قصر پریدریایی یا کاخ شمس خواهر شاه. تقریبا همه مبلمان ها شبیه صدف و مروارید ساخته شدن و این کاخ کم از قصر پریدریایی نداره، چون حتی خود کاخ هم وقتی از بالا می‌بینی شبیه سفره ماهیه. $1,000,000 برای ساختش هزینه صرف شده، اونم سال 47. خیلی‌ها میگن شاید درآمد ساخت این کاخ از درآمد تجارت الماس بوده که سالها قبل شمس الماس و سنگ‌های قیمتی رو از آفریقا با قیمت کم می‌خریده و با قیمت بیشتر می‌فروخته. از خود کاخ عجیب‌تر روزیه که لباسای شمس رو به حراج می‌ذارن و مردم اونقدر برای دیدن لباسای شمس مشتاق بودن که از تهران تا کرج ترافیک خیلی سنگین میشه. اینی که میخوام بگم و نفهمیدم چرا، ولی اگر شما فهمیدید به ما هم بگید. توی حراج لباسا وقتی یه نفر قیمت بالایی رو برای لباس پیشنهاد میداد، مسئول حراج اول باهاش دعوا میکرد که چرا همچین قیمتی رو پیشنهاد دادی و بعد لباسو میداد به کسی که مبلغ پایینتر پیشنهاد کرده بود. چرا؟ اونو ما نمیدونیم. نکته جالب بیشتری توی کپشن برات نوشتم، حتما بخونش. اگر این ویدیو رو دوست داشتید لایک یادت نره. برای دیدن ویدیوهای بیشتر حتما سلام رو دنبال کن.